اینجا کاخ مطبوعات است. جای کاری قلمکشان ولایت سوخت. اینجا هر کسی با اندیشه و فکرهای گوناگون می آیند. نفری برای نوشتن مواد انتقادی، نفری دیگر فکر می کند چه مواد بنویسد، دیگری برای هوس اینجا می آید. ما دنبال نفری می رویم که هستیش را به قلم بخشیده است. درد و سوز زندگیش همین راه است. بابا جان اکراموف. ما او را همان گونه دریافتیم که می پنداشتیم. سرکار، سرتردد، اندیشمند، صمیمی، با محبت و رهاورد کوه بلندی که بس شیب و فراسا دارد. وقتی کس با کار و روزگار ژورنالیست جسور و توانا شناس می گردد، از نیرو و توانایی به‌حدود انسان می اندیشد. بار دیگر مطمئن می گردد که وجود خسته‌ناپذیر انسان برای اجرای عملهای بیشمار بزرگ قادر است. استاد باباجان اکراموف مقام و مرتبه‌ای که کشف کرده است نیاز به مدح و ستایش ما ندارند و ما را می باید از زندگی و روزگار چنین بزرگمرد بهره بگیریم. واقعا یک مدت منم در اندیشه اون بودم که چطور یک بچه دهاتی بعد ختم مکتب، بعد ختم دانشگاه در درگاه مقدس در تلویزیون تاجیکستان از جانب استادان با آغوش محبت کشیده میشد و راه پرپیچیده در رشته روزنامه‌نگاری را پس سر میکند و خیلی با صورت بلند با وظیفه های بلند صاحب میشد. شما ببینید صحیفه های زندگی من پر از فاجعه و مسکه هست. قهرمان ما 10 اکتبر سال 1957 تولد شده. بعد ختم مکتب تحصیلات همگانی رقم 25 دهه چارکوی ناحیه اصفره سال 1973 به شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده است. سال 1978 بعد ختم فعالیت ایجادی خود را به صفت محرر خرد در تلویزیون آغاز کرده است. باباجان اکراموف جوان در آغاز فعالیت خود با مشکل‌های گوناگون روبرو گشت. موادهای تلویزیونی او را نفر انتقاد می‌کرد، کسی دیگر ستایش. حالا باباجان اکراموف تحول ایجادی خود را از همان فعالیت اولین می‌داند. وقتی که اولین مرتبه اولین مصاحبه من با هنرمندی مردمی تاجیکستان جورابک مرادوف سال 1978 از طریق برنامه اخبار تلویزیون پخش شد. در مورد 25 سالگی فعالیت ایجادی این هنرمند در همایش تلویزیون تاجیکستان از جانب وزیر رادیو و تلویزیون تاجیکستان شادروان غایب نظرف قلندرف شدیداً انتقاد شد و در همون همایش گفتن مؤلف این مصاحبه کیست؟ من گفتم من. نامت چی؟ بابا جان. خب فامیلت چی؟ اکراموف. چیکار میکنی؟ من گفتم محرر خردی اداره اخبار تلویزیون. اون وقت البته کارگزاری با زبان روسی بود و من گفتم я работаю младшим редактором главной редакции информации телевидения. بعد اون کس با معاونشان شادروان ابوالخیر اسروف مراجعت کرده گفتن که ابوالخیر اسروف этого младшего редактора Бабаджона Икромова снять с работы. Это был самый отвратительный интервью в истории телевидения. خب همایشی همکسب‌ها در تالار تلویزیون جریان می‌گرفت و این برای من یک شرمندگی بود که اولین مصاحبه از جانب رئیس کمیته دولتی تلویزیون انتخاب شد و بعد این جلسه در اداره اخبار چنین یک جلسه برگزار گردید. هدف تحلیل برنامه‌های یک هفتگی از جانب کارمندان اداره اخبار تلویزیون بود و سرمحرر برنامه‌ها مصعب شاه محبت شایف بودند و شادروان استاد محبت شایف همایش اداره برنامه‌های اطلاعاتی اخبار را
از تعریف توصیفی مصاحبه من با جورابیک مراد شروع کردن. ببینید در یک لحظه دو بها. سرمحصولی و تلاش و کوشش قهرمان ما او را از وظیفه محرری عادی تا به وظیفه‌های سرمحرری، بعداً به وظیفه محرری شعبه اخبار، سرمحرری اداره برنامه‌های موسیقی تلویزیون تاجیکستان، سرمحرری برنامه‌های سیاسی و دیرکتور برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان و نیز جانشین اداره کمیته تلویزیون و رادیوی کشور گشته است. در جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سردار اداره تلویزیون و رادیو انتخاب گردید. شروع از سال 1995 به صفت مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیوی بین دولتی میر در شهر مسکو ادای وظیفه کرده است. در این دوره همچنین وظیفه معاون اول رئیس اتفاق ژورنالیستان را به ذمه داشت. واقعا هم راه انتخاب نموده قهرمان ما ناهموار و پرخطر است، اما این مرد حقیقی و قلمکش جسور اندیشه دیگر دارد. فکر میکنم دشمن ندارم و یگان مراتبه علیه دشمنان خود فکر و اندیشه یا ایجاد نمی کنم و نوابسته از مکان و محل یا منصوبیت های ملی من با همه دوست هستم، هم با مردم عادی، هم با شاه و هم با گدا. طوری که میگن ژورنالیست برای چی خوشبخت است؟ چون که او هم صحبت هم شاه و هم گدا است. در شخصیتی هم صحبت های من، مصاحبان من، زندگی یا روزگار هر روزم من همه را با آغوش محبت میکشم، با صمیمیت، با مهربانی و همینطور جواب میگیرم. دشمن ندارم و من از این چیز فخر میکنم. برای همین یگان چیز منو مجبور نکرده است که مثلا قصد با امیدی قصدگیری یا با امیدی انتقاد یا اون کس یک چیز نو ایجاد کرده باشم. چیزایی که نوشته میشد، ایجاد کرده میشد، محل و مکان ندارد. لحظه ها عادتا در لحظه های خیلی دشواری زندگی، مثلا زمانی که تاجیکستان به برتری جنگی شهروندی کشیده شد، این فاجعه ملی بود. نوشته های او بیانگر شادی و نشاط و درد و زندگی مردمند. او از قبیل ایجادکاران است که با دید و اندیشه خاص تفاوت دارد و دنبال حکمت و معنی بلند می رود. باباجان اکراموف برابر پیشه روزنامه‌نگاری به میدان ادبیات آمد. اثرهای او اشک سوزان، خاطره های آفتابی، جهان تن است و تاجیکستان جان، ستاره ها هم میگریند، بهشت با دوست نکوست، شهر خنده، خنده باران، شمعی در نیمه شب فروزان گشته، معمار کاخ دلفروز و ارمان مادر از جانب خوانندگان خوب قبول گردیده است. پیسه های اشک سوزان، دیدار و ارمان مادر طول 25 سال است که طریق شبکه‌های مختلف تلویزیونی نمایش داده می شود. باباجان اکراموف از سال 2001 تا 2016 سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی سیاسی ورارود بود. سال 2004 برنده جایزه بین المللی ذهن ملت، جایزه جمهوری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی و اتفاق ژورنالیستان ولایت سوخت حاجی صادق را سزاوار گشته است. این آگاه مرد بیداردل با قلم زنده است. جای کاریش هم عادی و معمولی است. قلم و کاغذ و چند نانپاره و شیرینی همیشه اینجاست. او همه پیش آمد را با محبت آغوش میگیرد. هزاران پیروانش امروز از ایجادیاتش بهره میگیرند. شاگردانش میخواهند حرف ارزنده برای این مرد خرد گفته باشند. امروز مطلب‌های گوناگون از فعالیت و ایجادیات این قلمکش شناخته در سامانه‌های اینترنتی و نشریه‌ها نشر میشوند که سراپا از فعالیتش گفته شده است. این قهرمان ما هر نفس میخواهد از پی ایجاد باشد. راه ما احساس کردیم که این صفحه از کتاب پرمحتوای عبرت‌انگیز روزگار بیداردل باباجان اکراموف بود که سبق دیگر از درس خویشتن شناسی گشت.